سلام كمسك الختام. دعاها و آداب‌های به حاجتخانه رفتن. به نام آنی که جان آفرید. در این نوار درباره آداب‌های به حاجتخانه رفتن و دعاهای آن را به شما پیشکش می‌کنیم. وقتی شخصی که می‌خواهد به حاجتخانه رود، چنین آداب‌ها را باید رعایت کند. یکم، با پای چپ داخل حاجتخانه شده و با پای راست از آن خارج شدن. دوم، پیش از در آمدن به حاجتخانه آن چیزهایی که در آن نام خداوند و نام پیامبر نوشته شده است یک سو گذارد، به مانند چله یا یگان نوشتجاتی که به خود دارد. سیوم، با سری پوشیده به حاجتخانه درآید، یعنی طاقی پوشیده درآید. چهارم، در وقت در آمدن به حاجتخانه چنین دعا را بخواند: بسم الله، اللهم اینی اعوذ بک من الخبث والخبائث. یعنی به نام خدایا من پناه میبرم به سوی تو از شیطانهای نر و ماده. پنجم، راست ایستاده پیشاب نکند، در حالت نشسته پیشاب کند. ششم، در وقت قضای حاجت بهتر می شود که به پای چپ خود تکیه کند. هفتم، بعد از قضای حاجت با کاغذهای مخصوص خود را تازه کرده و با دست چپ شرمگاه خود را بشوید. هشتم، بعد از شستن شرمگاه دستهای خود را تازه بشوید. نهم، در وقت قضای حاجت پیش خود یا پس خود را به طرف قبله نگرداند، البته اگر شرایط باشد. دهم، در حاجتخانه سخن نگوید، کتاب و یا مجله نخواند. یازدهم، در وقت برآمدن از حاجتخانه چنین دعا را بخواند: غفرانک، یعنی خدایا مرا بیامرز. دوستان عزیز، اینها بودند آداب‌ها و دعاهای به حاجتخانه رفتن. پس بیایید به این سنت‌های پیامبر صلی الله علیه و سلم عمل کنیم تا از جمله پیروان پیامبر صلی الله علیه و سلم باشیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.